Формула 55 дает старт очередной мега-акции и разыгрывает 255 тысяч самани. Для участия в акции переходи на сайт formula55.tj, регистрируйся и участвуй. Розыгрыш проходит только на сайте с 15 февраля по 27 марта. Подробную информацию об акции можно получить по номеру 5500. Не упусти свою возможность. Спеши участвовать. اکنون رفر هم پیدا شد. پهلوانی ما 20 سال دارد بر مقابل رقیبی 28 سالش مبارزه میبرد. از ما عنوان قهرمان جهان جوانان دارد. سردار نوریلایف باشد. نشان طلای گرند اسلم دارد. نتیجه پونهای پهلوانی ما نسبت به رقیبش زیادتر است. حالا مبارزه برای به دست آوردن نشان طلا دوستان عزیز. همین نشانه که ببینید در این راه چگونه است. سعید ابرارов از دست نوریلایف پهلوان ما شکست خورده است، ولی امام علی نورعلی باشد دو پهلوان ازبک را مغلوب کرده است. به حیث رفری هیرانوی ژاپنی است. من باور دارم که داوران ژاپنی خیلی صادقند در داوری. اکنون اولین شده پهلوان خود را خواهیم دید. امام علی نورعلی پهلوان 20 ساله مخلصان سرشمار ما. این قهرمان جهان جوانان نورعلی بود که پیشا پیش می اومد و این باشد سردار است که نوریلایف است. پهلوان ازبک 28 سال دارد، از ما 8 سال بزرگ است رقیب، اما اینجا سن و سال نقش بازیده نمیتواند. نبرد بهر به دست آوردن نشان طلا است. نبرد بهر به دست آوردن همین نشانه که در مرکز میدان است. اول شده ببینید نورعلی حرکت دست چپ، سردار نوریلایف. نورعلی در اینجا سرداری کردن میخواهد. امام علی باشد در اینجا خود را نگاه می‌دارد. حالا از پنجه رقیب خود را رها کردنی است. باید احتیاط کرد. مخلصان ما هم اینجا هستند. محمد عبدالرحمنوف مصلحت می‌دهد برای امام علی. خب دست و پنجه می‌زنند. سردار باشد با یک جد و جهد برای ما شده می‌دهد. کمیته هر دو دیده. بله این داور ژاپنی برای هر دو شده می‌دهد. شدوی اول بخیر است. دوباره در اینجا تلاش است. امام علی نورعلی دست میکند. سردار در اینجا در گوسینه نزدیکتر. نه این حالت هیچ نتیجه ندارد. سردار گفته صدا میکنند اکثرا. ما باشیم امام علی گفته صدا میکنیم. مخلصان خیلی طرفداری میکنه. او چه مرتبه اول در اینجا نورعلی باید حرکت کند. سردار باشد سمت دیگر را گرفته است. پیش این خطر بود برای امام علی نورعلی. خیلی خطر بود. از این خطر رها یافت پهلوان ما امام علی محمد عبدالرحمنوف. حالت تکرار رو ببینید چگونه خطر بود. خیلی خطر بود. پیش از او به قول محمد عبدالرحمنوف داشتن رو باید بگیریم. اکنون هجوم های طرفین. سردار هم خطرناک است برای امام علی. امام علی نبرد دارد. سردار هم سرداری میخواهد کند، ولی پرچم ما هم در جمهوری ازبکستان فاروق صابرov از جای برمیخیزد. مربی امام علی نورعلی و برای شاگرد میفهماند شد و اینابتی برای کی؟ برای ما؟ برای چی؟ پرچم ما جلو میدهد. شد و دیدید اینش نه اونقدر کاری خوب است. اکنون برای نورعلی یگانه راه پرتافت است. دیگر به این برابر قوازمایی هیچ است. اما عکس العملی که داری باید به کار برد. امام علی هرچند که سردار صدا میکنند، فقط برای امام علی یگانه راه این پرتافت است. تمام. سردار باشد. ببینید در اینجا نورعلی هجوم میکند. دست و پنجه داشتن. نه این
اینجا شیدوی سیوم نهایت برای ما محمد عبدالرحمنوف صدا میکند مربی نورعلی سردار امام علی در هجوم پهلوان ما حالا هجوم است بله خوب است کارش موقع خود را گرفته است و باید نمیخواهد نوراللهف هم دور میرود باید برای او هم شیدو نشان دهند مخلصان ما در اینجا کف میکوبند از فوتبال به گشتین آمدند نورعلی فاصله نزدیکتری ببیند خیلی امکانیت خوب است همین امکانیت است که باید در اینجا نورعلی یگانه رو مو پهلوف دیدیم در اینجا امکانیت 100% بود برای ما چقدر امام علی در اینجا زحمتش شایسته بود برای چی همین رو اجرا نمیکند برای بود که ما پهلوف دیدیم حالتی از سایتومی میگیرد یا دستی پهلوانی ما رو میگیرد در اینجا امام علی نورعلی خود رو میخواهد از دستی چنگال رقیب را کند در اینجا حالتی نه بسر نباید بسر کرد تو خنسا که مکی است در اینجا امام علی نورعلی باید سمت دیگر گذارد بله خوب است کارش سمت دیگر گذاشتن برای امام علی نورعلی ما زیر چنگال میمونیم نه از این حالت مشکل دست دادن برای امام علی نورعلی دست باید از این وضع مرکب برایت این حالت است که بیروز خواجه‌زاده را به یاد میماند و از این شنگال رقیب چگونه با مشکلی برآمده بود امام علی نورعلی هم با همون شیوه دستی خود را میخواهد از دست رقیب را کند وگرنه تمام گالسکو برمیخیزیم آفرین برای تلاش امام علی احسن میخواهیم که از این وضع مشکل خود را رها کرد گالسکو میرود با گالسکو میرویم دوستانی عزیز اما دوستی میانی جمهوری تاجیکستان و ازبکستان باقی است این دوستی با سروری پیشوای معظم و پرزیدنت کشور ازبکستان است که امروز پرچم‌های دو کشور را در یک مجمع می‌بینیم ما هم برابر آنها در اینجا است پهلوف یک نزدیک بوده امام علی بسیار امکانیتی خوب بود خسته شدن من میفهمم که خستگی ولی باید خستگی رو نشون داد او خسته شده است برعکس سردار خسته شده است باید نورعلی از این فرصت استفاده برد امام علی حالا میروند نوبت دیگر باید امام علی در اینجا فعالی خود را نشان دهد گریبان رقیب را گیرد بسیار امکانیت خوب است طریق گریبان بغی کردن در اینجا امام علی جهد دارد و سردار باشد از این حالت مشکل خود را رها کردن میخواهد بسیار خوب داشته است امام علی در اینجا نشان میدهد نه بسیار امکانیت خوب است باید داور نگاه دارد چی است در اینجا داور نگاه دارد این حالت را و حالت سخت داشتن مرکب میدارد و سردار رها میکند از این حالت برخیز امام علی برخیز خود را از جای برخیز جستن از جای خود نشان داد نخسته است نوبت دیگر گالسکو خسته شده است هر دو خسته شدند ولی ما باید خستگی خود را نشان دهیم باید تلاش ورزیم ببینید حالا هم برای به دست آوردن نشان طلا هنر طلایی لازم است اینجا چی است نه عکس العمل ها ما باید شده پهلوان ازبک را دهند بله باید پهلوان میزبان را شده دهند حالا مخلصان ازبک خاموش هستند امام علی نورعلی باید جهد کند هرچی بیشتر رقیب را از میدان برارد باید مبارزه برد خوب کند بسیار حالتهای خوب را امکانیت دارد وزری است برای امام علی نورعلی وزری است در اینجا اینجا نشان میدهند حالت تکرار رو میبینیم ببینید چگونه است پهلوان ما رقیب رو میافتاند پهلو
وزاری رو چی؟ دوار چی است؟ خاموش است. حالت تکرارم حرکت از جانب پهلوان ما است. 100% ببینید حالا هم 100% در اینجا من فکر میکنم این وزاری است. باید این وزاری رو برای پهلوان ما دهند. بله جو دیگر از این دیده نمیدیم برای ما خاموش میستیم. حالا قرار داوران را منتظر هستیم. لحظه بسیار هم پر هیجان است. بله وزاری برای پهلوان ما است وزاری نبیکن ایپون آفرین امام علی نورعلی دوستان عزیز اکنون شام طلایی شد. مبارک شود برای مردم تاجیک. مبارک شود نشان طلایی که سردار کردن نتوانست و امام علی نورعلی پهلوان قوی ما توانست که نشان طلایی را به گردن ویزان کند. پرچم کشور ما بالافشان می شود. مخلصان عزیز این قهرمان جهان دوباره طلایی شد. آفرین فاروق صابرов محمد عبدالرحمنов اکنون فدراسیون جودوی کشور از گرانسلامین دومین نشان طلا در تاریخ جودوی میهن محسوب می شود. آفرین عطای پون است. ببینید نگاهی عقابانه امام علی نورعلی است که بر مقابل رقیب است. حالا می رویم با حالتهای تکرار و از او لذت میبریم. عجب حالتی خوبه. او رقیب را خسته کرده از چی مشکلی رأس رو رها کرد. آفرین ببینید غالبیت برای مردم تاجیک مبارک شود. همدیاران عزیز این پیروزی در وقت طلایی با اصول طلایی بحر نشان طلایی. آفرین احسن دوستان عزیز ما حالا با مراسم جایزه سپاری و حتما مراسم جایزه سپاری امام علی نورعلی با پخش سرود ملی کشور صدا خواهد داد. ببینید این دانشجوی دانشکده تربیت جسمانی محسوب می شود و امروز با هنر شایسته‌اش نشان داد. بار دیگر اثبات کرد از هنر به همتا از هنر شایسته خویش. مبارک شود. Tashkent Grand Slam gold medalist representing Tajikistan. مجمع بزرگ ورزشی نام پهلوان ما یکم شده میبراید. نورعلی امام علی سردار میراللهیف در مقام دوم است. دو پهلوانی که یکی از هر دو پهلوان‌هایی که در مقام سیوم هستند از دست پهلوان ما شکست خوردند. جناب ادخان اکراموف وزیر پلیس و ورزش ازبکستان برای جایزه‌داران و غالب وزن 66 کیلو مدال‌ها را تقدیم می‌کند. مخردین در مقام دوم مکتب بزرگ ازبکستان مکتب بزرگ جودوی ازبکستان حالا در مقابل پهلوانان تاجیک زینه پست است. باور کنید سردار این نوبت سرداری نکرد بلکه به قول دیگر وزیری میکند. انا این امام علی نورعلی است دوستان عزیز. امام علی نورعلی تبسم دارد در لب پهلوان ما طلایی شد. همان سرود ملی ما همان سخن پیشوای معظم ما که تاجیکستان با پیش است حالا با پیش است. حالتهای تکرار رو میبینیم و سرود ملی کشور ما صدا میدهد. لحظه پس O'zbekiston Judo Federatsiyasi raisi, O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi raisi o'rinbosari Azizjon Komilov ham ishtirok etmoqdalar. Olqishlab qo'yamiz azizlar. Ladies and gentlemen, the national anthem of Tajikistan. Tojikiston Respublikasi davlat madhiyasi yangraydi.
Thank you very much. Family picture with the VIP دوستان عزیز اکنون سرود تقدیرساز کشور سرود ملی ما با مصرع‌های زرین زنده باش ای وطن تاجیکستانی آزاد من پیشکش شما گردید. سرودی بود که بار دیگر ما را به این دیار محبت ما را به این دیار صداقت ما را به این وطن بیشتر کرد. دوستان گرامی چند لحظه پیشتر از این رقابت فینالی وزن 66 کیلو میانی مردان جنبست شد و در آن ورزشگر ما نورعلی امامعلی توانست در یک رقابت سخت و سنگین مقابل سردار نوراللهیف از کشور ازبکستان پیروزی به دست آورد و اینک مدال طلای مسابقه گرند اسلم تاشکند در سال 2023 به خزینه دسته منتخب تاجیکستان وارد می شود. چند لحظه پیشتر از این مراسم جایزه سپاری هم در تالار صورت گرفت. آنجا سرود ملی کشورمان صدا داد و همین لحظه ها ما انتظار امامعلی نورعلی هستیم. چطور می‌بینید گروه بزرگ مخلصان جودوی کشور از سرتاسر تاجیکستان به این مکان تشریف آوردند و ما و شما همین لحظه در برابر مخلصان امامعلی را انتظار هستیم که چطور می‌بینید او را تبریک کرده ایستادند. امامعلی سلام علیکم، مبارک باشد. تشکر زیاد اکا. چگونه بود رقابت فینالی؟ رقابت فینالی خیلی دشوار گذشت لیکن خوشبختانه ما پرچم تاجیکستان را در این عرصه بین‌المللی بلند داشتیم. ما امروز دیدیم که شما مقابل 3 ورزشگر ازبکستان غلبه کردید. مقابل ورزشگران میزبان رقابت کردن چگونه بود برای شما؟ مقابل ورزشگران میزبان خیلی ورزشگران خوبشان بسیار بودند. خیلی ما توانستیم که بر آنها غلبه کنیم. موفقیت پیروزی های بزرگتر از این رو ما به شما انتظار هستیم و به مخلصان چی گفتنی هستید؟ تشکر زیاد به مخلصان گفتنی آنها دارم که با ورزش باشند و همه به یک آواز از صمیم قلب میگیم تاجیکستان به پیش. تشکر زیاد. تشکر. واقعا بینندگان گرامی همین چهره که میبینید امروز نام تاجیکستان را در سرتاسر دنیا بلند برداشت و در برابر او تعدادی بزرگ مخلصان برای دستگیری او به شهر تاشکند تشریف آوردند که ما نیز در نوبت خود تمام مردم شریف کشورمان را با این پیروزی تبریک میگوییم. Формула 55 дает старт очередной мега-акции и разыгрывает 255 тысяч самани. Для участия в акции переходи на сайт formula55.tj, регистрируйся и участвуй. Розыгрыш проходит только на сайте с 15 февраля по 27 марта. Подробную информацию об акции можно получить по номеру 5500. Не упусти свою возможность. Спеши участвовать.